حالی نمیدونم خواهر ما در دست کیه. فقط مادرم پیش از وفاتش گفت که خواهرت دست همه خلفانت دای بچم اینا یک وصیت که خودت توقع نیاکا داری نیادودار داری خواهرت پیدا کن. لیکن گفت بچه من نمیتونم چه دارم گفت نه رو شده دارم گفت چه خیلی گفت من رای 8 ماه بیش دادگیم گفت نمره در دست پدرم پولیده خواهر ما در بسیت گناهش نه یعنی که هم بوده قطعی بوزی میکرد من اگر چه بود خیلی که خشک چه بود چه میکبوتری داشت فقط همه قایش ما احترامونه خواهش میکنم که خواهری مرا پیدا کنیم. سلام و درود عرض میکنیم به یکایک شما تماشابینان همیشگی برنامه‌های کانال پیشصف. روز و روزگارتون بخیر و شادی باشد. بار دیگر ماه شریف رمضان مبارک. دوستان عزیز، بعد از پخش برنامه گلنوزه که مادرش را جستجو میکرد، نفرانی خیلی زیادی به ما تماس گرفتن، زنگ زدن و حتی کامنت کردن که ما نزدیکان خود را میخوایم که طریق این برنامه پیدا کنیم. به همین خاطر ما گروه ایجادی کانال پیشصف تصمیم گرفتیم که یک برنامه را طراحی کنیم برای پیدا کردن عزیزان و پیوندان و نزدیکان هموطنان خویش. خب اگر نزدیکان و پیوندان خویش را میجویید با ما همکاری کنید. کانال پیشصف همیشه در خدمت شما از هموطنان عزیز. یک خواهر با ما تماس گرفت از ناحیه میر سید علی حمدانی. دیروز گفت که فرزند پدرم را میجویم، یگانه فرزند پدری که از مادر یک جاییم و امروز مادرم در قید حیات نیست و میخوام که فرزند پدر خود را پیدا کنم. خب ما با این خواهر عزیز در تماس میشویم و یک جایه با شما صدای دلش را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم. شما میتونین زنگ گپ زدن؟ بله امکانیت دارین؟ خواهر عزیز، ما ثبت برنامه را الان شروع کردیم. شما از کجا زنگ میزنید خواهر جان؟ ناحیه میر سید علی حمدانی. خواهر جان، مرحمت، پیشنهاد شما، فکر شما در صحبت قبلی گفته بودین که خواهرچه ختون را جستجو میکنیم، بله؟ من برنامه را تماشا کردم. برنامه‌ای که با گلنوزه بوده؟ گلنوزه مادرش رو پیدا کرد، رقمش را همونجا دریافت کردم. و خواستم که از شما خواهش کنم که من خیلی خواهر داشتم، شاید 96 باشد، شاید 97، شاید در یاد ندارم، برای که ما خوب بودیم. خب مادر من میرد ای 8 ماه پیش ای زور زندگی که زورش آورده نتوانستی خواهری مرا نگاه بکنه، مرا در دست پدرم سپاریده، خواهر ما در بسیت گناهش. خب با فرزندی داد و او زنه خواست که او را با فرزندی قبول کند و گفت که من روزش نشستی و یک کودک میگم که مادر که کی است و در کجا است. خب و سبب تقدیر او زن دیگر گفتی که حیات گذشته. این دفعه گفتن نتونید خواهری مرا. کدام زن؟ همون زنی که خواهر مرا کلام کرده. خب به نام سریا. خب او زنک حیات گذشتگی حالی نمیدونم خواهر ما در دست کیه. فقط مادرم پیش از وفاتش گفت که خواهر دست همه خلفانت دای بچم اینا یک وصیت که خودت توقع نیاکا داری نیادودار داری خواهر که پیدا کن. شما در زندگی دو فرزند بودین نه؟ ما در زندگی دو فرزند، فقط از مادر یادیم از پدر جدا. یعنی که یعنی که مادر شما وقتی که شما در دستش بودین با پدر شما جدا شده بودن یا چی خیر؟ وقتی که مادر از 8 ماهگی که من 8 ماه بودم از پدرم جدا شده بعد شوهری بیرون کردگی ده. بعد شما در دست پدرتان مونده بودین نمیخیر؟ من تو 5 سالگی 6 سالگی در دست پدر کلا شدم. بعدا مادر مرا شوهر کرد رفته آورد که همراه خودم زندگی کنی. دیگه من همراه مادرم که زندگی کردم. مادرم از این مرد فرزنداشی وقتی که خواهر ما به دنیا آمد پدرش از دنیا گذشت. خب
بعدا این خیلی مادری من رو از خونه محروم کردن. وقتی که این مرد گذشت خواهر و برادران اون زن اومد خانه را از مادری من گرفتن. مادری من در کوچه موندن. خب بعدا خیلی مادرم بیمار کرد. با تو گوانده نکنیم و من را دادی که هم داده خواهر ما دادی که زنک بیگونه. بعد اون موقع گفت که من میرم ای دولت میرم گفت طرف استرخان رفته. خب بعد این خبر اومد که همون وفات کرده. بعد مادرم گفت اون زن مرد باشه گفت بخواهی ما دادی کی باشه گفت اقلا فرزان ما دادی که خبر نکستورید که همه خیلی آرمون دادی نمیمون میتون خیلی فرزان نیافتم. لیکن اون زن مرد گفت ما کجا شده باشه دادی که کی باشه. من خیلی دور مادرم رسیدی کار نیافتد. خواهر شما نامش چی بود؟ خواهر من همه ما صدبرد گلبرد بودیم. خب بعد اون زن که گرفتش و نامش گوگوش مونده. گوگوش بله؟ نامی که در دست مادر شما بود گلبرگ نام داشت نه؟ گلبرد بود. نامی که ما هر ما صدبرد گلبرد بودیم. بعد اون زن که گرفت و نامش علیش کرد گوگوش موندهش. یعنی که خواهر شما امروز نه پدر دارد نه مادر، یک شما را دارد میخیر؟ نه پدر دارد نه مادر. مادرم از دنیا گذشت. فقط وصیت کرد که بچه‌م گفت تو نیستی که گفت خواهر داری گفت خواهر در تو کوبی و گفت اینو همه وصیت کرد. فقط ما در گروه آرام خواه کنم که تو همراه خودت خواهر داری خواهر در برت هسته. همه خواهر من همه کلازه باید دارم که همه یک زن میومد چند همه خیلی بگونه چند بوده که میومد همونجا یک بوده که 30 ساله یا 32 ساله قطعش بود. همه بوزی میکردیم هر دمون فقط چند نام شد سرایا پستا فیروز میکرد. نمکش دایا دارم. نامی مادری همون کودک ها؟ همون مادری که کلانش کرده نامش سرایا هست. خیلی کودک چی گفته صدا میکردن دایا تو نیسته ها؟ نه یعنی قطعی هم بوده قطعی بوزی میکرد. ما اگر چه بود خیلی بوده که خشک چه بود چه میکرد بوده داشت. مادر شما کی گذشتن از دنیا؟ سال 2020 19 اپریل بود. یعنی که 3 سال پیش بله؟ مادرم گذشت خیلی روز سخت بود برای من. مادرم میگفتم خیلی در میزد که یک خواهر داشته باشی یک خواهر دیگه چه احساس نکنختم و چه من کاش که خواهر داشته باشم. من خیلی خواهرهای دیگونه را تو خواهر میگم من نمیخواستم که خواهر داشته باشم. گفت که بچه گفت اینا یک چی میکنم که من اوقع عمری ندارم فقط یک وصیت میکنم که بچه تو خواهر داری تو توقع نیستی شما ای پدر جدا ای مادر یک هستیم. گفتم او چجا خواهر ما در کجا باشم من هم ایجا میکنمی و میگفتم آزی دولت گفتم هم ترقی افتاگه که علما که ما بجا اولادش نیفتیستم. بله بله بله. فقط مادر من گفت که طرفای 9 کیلومتر دای گفت لیکن گفت بچه من نتورت چه دارم گفت نیرو چه دایا دارم گفت چه خیلی ای گفت من رای 8 ماه بیش دادگیم گفت فقط نام شده دارم که نامش بگوش ای گفت. مادر شما خداوند رحمتشان کند در این مدتی که مقصد از 8 ماهگی دادن دیگر عموما سراغ نکردن ندیدن دخترشون؟ نه برای که من خونه داشتیم ندار داشتیم خودمون هر جو کوارتیره با کوارتیره جوش می اومد من دستی موینده در دستی پدر در جوش می اومد دستی تقو دستم زندگی مادر من خیلی وزنین بود. بعد مادرم گفت که دختر ما سراغ میره و من گفتم با چه جون تو سراغ میره نه خونه داره نه در داره گفتم خواهرم میاری که رنگی من عذاب میکشم من چی عذاب کشیدگیم رنگ من نمیخوام تو رنگی من عذاب کشم من نمیتونم کلام کنه و حیات مستقلانه بسیارش کنم روزش نشستم او هم بفهمه که مادری ما کی بود چی بودم اگر مهر به ما داشته باشه میوی خودش یا چند گیریه کرد گفت که نه ما باید پیدا کنم را. بالاخره مادرتون دخترشون ندیده از دنیا گذاشتن؟ از دنیا ما گذاشته و ما وصیت کرده و خودش از دنیا گذاشت. همه که در دل ما موند که اقلا یک بار روشم میدیدد. با فکر شما او دختره که مثال خواهر شما است و نامش که گلبرگ بود و امروز او زنی که گریف نامش گوگوش ماند مقصد او آگاه هست که مادرش دیگه نفره یا که نه؟
نمیدونی شما؟ یگون معلومات نداره. همیشه به ما آوازه آمد که او دختر فهمیده که مادر ما کیه و کی بوده مرا کی به دنیا آورده من میرم گفتن اوچما و همیشه آوازه آمد. در طرف 9 کیلومتر تقریبا 96 و 97 همی خیلی این سالی تولدشون. خیلی باشه و ممکن 96 97 ولی که موقعی نداره برای که ما هم خود بودیم که مادرم را به اوزان بود. نام اون زن که خواهر شما را گرفته به سوریا بود است بله؟ سوریا بود. خود در خط حیان نیست من میدونم دختر کیه خطی که زندگی میکنم. فقط همه قایش ما احترامون خواهش میکنم که خواهری مرا پیدا کنه. همیشه از درگاه خداوند دعا میکنم که خداوند به چه مورد مقصدی برسیم. آمین آمین. خواهر عزیز ما نوار شما را با اجازت خودتون پخش میکنیم در یوتیوب کانال پیش صف. انشالله امیدوار هستیم که بسیار امید داریم از خداوند امید داریم که در این ماه شریف رمضان با رحمت خودش خواهر شما را پیدا میکند. چون بعضا نشانه های گفتید فکت های گفتید که نامش الله که میدونید گوگوش است. نام اون زنی که قبولش کرده است سوریا است. انشالله که اینا یک کمک میشوند برای اونه که نفرانی که گل دختر را با نام گوگوش میشناسند تقریبا 26-27 ساله حتما که با یوتیوب کانال ما تماس میگیرند و خدا خواهد دیدار شما رو از نزدیک میخوایم که یک خبر خوش بتیم به تمام این تماشابینان. خدا رحمت کجان انشالله کاش که خداوند ما رو به دیداری هم برساند. مادرم که خواهر مرا ندید میخوام که من خواهرم رو پیدا کنم و روزی مادرم شاد شود. انشالله خداوند روح مادر رو شاد بگرداند خانه آخرت آباد بسازد. ما خواهر جان صدبر خواهر عزیز حتما که با شما در جریان در تماس شده میستیم. حتما که ما خدا خواهد در همین نزدیکترین روزها به شما خبری خوش میدیم. من امید دارم به این چیز. رحمت کجان آباد و امان باشید. باز اگر گفتنی دیگری داشته باشید مرحمت. فقط از شما همین که احترامونه خواهش میکنم از کلی تماشابینان احترامونه خواهش میکنم که هر کی را بشناسه هر کی بدونه فقط میخوام که برسونه که ما همین را میشناسیم میدونیم. فقط از خدا طلب میکنم از خدا امید دارم که خواهرم پیدا شود. فقط از خدای تعالی دعا میکنم که خداوند شما را نگهبان باشه. همین خواهر پیدا شد همیشه در حقتان دعاگو هستم. آباد باشین خواهر عزیز. انشالله که اسمش که یک غیر عادی است گوگوش. این اسم ها بسیار کم هستند و فکر میکنم انگشت‌شمار است و حتما که انشالله برای دریافت خواهر نازنین شما این اسمش کمک میرساند. خواهر جان ما با شما باز تماس میگیریم انشالله که از نتیجه باز برای شما میگیم. آباد و امان باشید. تشکر زیاد. خب تماشابینان عزتمند ما نفری که به برنامه ما مراجعت کرد از ناحیه میر سید علی حمدانی خواهری عزیز با نام صدبرگ که فرزند پدر خود را میجوید و اسمش گوگوش. سال تولدش تقریبا 1996 1997. مادرش از قید حیات گذشته است. اون زنی که گوگوش رو قبول کرده است به فرزندی در 8 ماهگی نامش سوریا. اگر یگان معلوماتی دارید مفصل به ما بنویسید و یا به شماره تلفنی ما که در اینجا میگذاریم زنگ بزنید. از شما می‌داریم. خداوند نگهبان همه شما.